салом бинандагони азиз, сӯзаҳои тоҷикистону ҷаҳонро дар барнома ахбори озодӣ манзуратон мекунем. Нахуст мурури кӯтоҳ ба сархати мавзӯи имрӯз 17 ноябр. дастиёни кулли тоҷикистон аз қирғизистон хостааст ба таҷрибаи оғоз кардани парвандаҳои беасоси ҷиноятӣ нисбати шаҳрвандони тоҷикистон хотима бахшад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд наҷотбахшон дар душанбе як занеро ки қасди худкушӣ дошт аз марг раҳониданд. اون زن رو با کی در دهلیز تیرزه بود، یعنی در نزد تیرزه بود، با درون خانه تیرا دادن. ва баъзи камсобиқа дар маҷлиси намояндагон баъзе вакилон чанде аз мансабдорони тоҷикро ба беэътиноӣ муттаҳам карданд. раиси шаҳри кӯлоби вилояти хатлон ва раиси ноҳияи масҷои вилояти суғд дигар шуданд. бино ба итлои дарёфтии радиозодӣ имрӯз бахтиёр назарзода раиси идораи молияи хатлон ба ҷои қодир вализода раиси шаҳри кӯлоб таъин шудааст. қодир вализода соли гузашта ба ҷои баҳром иноятзода раиси ин шаҳр шуда буд. баҳром иноятзодаро ба 12 соли зиндон маҳкум карданд. ба ҷои тоҳир азиззода раиси собиқи ноҳияи масҷҳо ки моҳи сентябр аз бемории covid-19 даргузашт, ализода аъзам раиси ин ноҳия таъин шудааст. ализода аъзам сардори раёсати кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар вилояти суғд буд. дар маҷмӯъ имрӯз президенти тоҷикистон бо фармонҳои худ 11 раиси шаҳру навоҳии кишварро табдил кард ки тафсилоташро метавонед дар вебсайти радиозодӣ пайдо кунед. комилҷон юлдошев, як сокини шаҳри Исфара, бо дархости қирғизистон дар шаҳри Москав боздошт шудааст. пайвандонаш ба радиозодӣ гуфтанд тақдири ояндаи ӯ номаълум аст ва дақиқ нест ки ӯро кай озод мекунанд. комилҷон севумин шаҳрванди тоҷикистон аст ки бо дархости қирғизистон дар Русия боздошт мешавад. ин дастгиркуниҳо интиқодҳои зиёди ҳам мақомоти тоҷик ва ҳам корбарони шабакаҳои иҷтимоиро ба бор овардааст. муллораҷаб юсуфӣ ва нигораи фазлиддин бо ҷузъиёти бештар. با گفته پیوندانش کاملجان یلداشف روز 16 نوامبر از تاجیکستان به روسیه پرواز کرد و در فرودگاه دمدید و شهر مسکو مقامات انتظامی او را دستگیر کردند. مقامات قدرتی روسیه به کاملجان گفتند که قرقیزستان او را تحت پیگرد قرار داده است و از این رو آنها مجبورند که او را بازداشت نمایند. با گفته پیوندان کاملجان مقامات قرقیزستان گویا او را برای شرکت در مناقشه‌های مرزی متهم کردند. هرچند پیوندانش میگن کاملجان در هیچ مناقشه مرزی شرکت نداشت. مسئولین سفارت تاجیکستان در شهر مسکو گفتند که قضیه را پیگیری دارند. در سفارت تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که شام 16 نوامبر بعد دریافت مراجعه از پیوندان کاملجان یلداشف فوراً به مقامات روسیه نامه فرستادند. مسئولین سفارت گفتند که تا حل این مسئله با وزارت کارهای خارجه روسیه و دیگر مقامات این کشور همکاری خواهند کرد و تلاش خواهند کرد که کاملجان آزاد شود، ولی حالا معلوم نیست که کی. کاملجان یلداشف 29 سال داشته از ساکن دهه سرخ ناحیه اسفره می باشد. این دهه در منطقه هممرز با قرقیزستان جایگیر شده است و سالهای گذشته شاهد مناقشه‌های مرزی هم بود. مقامات قرقیزستان و هم روسیه تا حال در رابطه با بازداشت کاملجان یلداشف اظهار نظر نکردند. نزدیکانش گفتند کاملجان تا حالا در فرودگاه دمدیده و شهر مسکو است و دقیق نیست که بازداشت او چقدر طول میکشد و او را کی آزاد میکنند. ولی کاملجان یلداشف یگانه شهروند تاجیکستان نیست که با طلب قرقیزستان در روسیه دستگیر میشوند. همین دیروز 16 نوامبر دلاور جورایف، یک شهروند تاجیکستان که با طلب قرقیزستان در روسیه بازداشت شده بود، از بازداشت رها گردید. دادستان کل تاجیکستان در یک بیانیه گفت که آزاد شدن دلاور جورایف بعد درخواست آنها صورت گرفته است. خود دلاور جورایف در یک صحبت با رادیو آزادی گفت که او را با شرط بیرون نرفتن از جای زیست آزاد نمودند. از این پیش روسیه با طلب قرقیزستان فرقت عبدالفتاح، یک شهروند دیگر تاجیکستان را دستگیر کرده چند ماه در بازداشت نگاه داشت. او را ماه ایان آزاد کردند. دادستان کل تاجیکستان روز 13 نوامبر با ارسال نامه از دادستان کل قرقیزستان خواست با تجربه آغاز کردن پرونده‌های بی اساس جنایتی وابسته به ترتیبی‌های عمومی در خط سرحد نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بدهد. بسیاری از کارشناسان این بازداشت‌ها را سیاسی می‌دانند. تاجیکستان نیز بازداشت چند شهروند قرقیزستان را از روسیه طلب کرده بود. ملارجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.
رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید همه ساله در تاجیکستان صدها نفر تلاش خودکشی میکنند. در بعضی حالتها به نجات بخشان امکانیت دست میدهد که افرادی جان به زور را از مرگ برهانند. یکی از چنین موردها 2 روز پیش در دوشنبه به عمل آمده است. برای یوسفی در همین باره گزارش دارد. نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع شهروندی تاجیکستان یک زن جوان را که قصد خودکشی داشت از مرگ نجات دادند. این حادثه در شهر دوشنبه رخ داده است. زن قصد داشت از قبط 15 یک بینای بلند منزل خود را به زیر افکند. روانشناس با خود این زن صحبت نمود و کوشش نمود که دقت او را از کیدوری میکردش بیرون سازد و نجات دهندگانی که از بالا به پایان میفرند از 16 ماشین به قبط 15 فرآمدند اون زن را با کی در دهلیز تریزه بود یعنی در نزد تریزه بود به درون خانه اطلاع دادند و با همین طریق او را به کارمندان حفظ حقوق سپردند. سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت از صحبت روانشناس معلوم شده است که سبب تلاش خودکشی کردن زن مناقشه خانوادگی بوده است. زن 27 سال داشته صاحب 2 فرزند بوده است. روانشناسان کمیته حالتهای فوق‌العاده سبب اصلی دست به خودکشی زدن آدمان در تاجیکستان را اساساً به مناقشه‌های خانوادگی، قرضداری و سر زدن مشکلات مالی ربط می‌دهند. همچون روانشناس وقتی که اما اودیسایی که در اما اودیسایی که اما آدم غلطیدگی است ما اگر اما را با تکرارم و فهمونیم و حتما خود میپرتوید ما با دیگر رو و میبیاریم برای زندگی و ای زندگیش ممکن بیزار شدگی که اما کار کردنی ولی ما دیگر رو قطعی و میفهمونیم که خیلی زندگی هم خیلی همه کسا هم خیلی هستند میشه هم خیلی چیزا ده که آدم در همین چیز میغلطد خیلی با خیلی میفهمونیم شوه بعد بگاه میگیریم و آهسته هم چیزش ده تاثیر میکنیم ده معینه سرش ده که ای فکر بگردد و فکر زندگی ده بدروه. نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده در سال جاری 5 نفر را که قصد خودکشی داشتند نجات دادند. طبق آمار کمیته زنان و عائله در سال گذشته 2020 در تاجیکستان بیشتر از 600 نفر قصد خودکشی کردند که در اکثر موارد آن باعث مرگ شده است. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. وکلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با قبول تغییر و علاوه به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری مجازات برای استفاده زور نسبت کودکان را سنگین نمودند. وکیل منصور عثمانزاده 17 نوامبر در جلسه پارلمانی گفت بر اساس طرح قانون جریمه برای این عمل تا 420 سومانی بیشتر می‌گردد. او افزود که چنین مجازات نسبت پرستاران و دیگر افرادی که در تعلیم و تربیت کودکان مسئولند و عهده‌داری‌های خود را اجرا نمی‌کنند پیش بینی گردیده است. در عین زمان علیشیر ظریفی میگوید شکایت 2 وکیل مجلس نمایندگان از شیوه کاری برخی منصبداران تاجیک هم صدا داده است. اسحاقی بعد 52 روز در پست وکیلی جواب نمی‌دهد. در یک ورق 6 پول نمی‌دهد که بطور فلان با سود ناحیه چونین ایراد در جلسه مجلس نمایندگان تاجیکستان در رابطه با شیوه کاری بعضی منصبداران گرفته شد که با پرسش‌های رسمی وکیلان با تأخیر پاسخ می‌گردانند. سود اولی باید یعنی بیشتر اهمیت دهد که در یک مشکلاتی است. اگر در پست وکیلی و مکتوبی جانشین رئیس اولی با سود ناحیه میرفت مسئولیت است. رئیس حزب دموکرات از ظریف علیزاده نماینده رئیس جمهوری تاجیکستان در پارلمان خواست مسئله مناسبت با درخواست وکیلان را زیر نظر گیرند. او سخنش را انجام نداده رئیس مجلس نمایندگان در خطاب با وی گفت دور نروید. استاد عزیز من از شما خواهش می‌کردم باید مطابق بودن همین کادر با وظیفه خودش دیده شود. در این جلسه قبل از عثمانزاده دیگر وکیل پارلمانی غیرت عزیزاده از تلاش‌هایش برای تماس یا ملاقات با وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو تاجیکستان نگرانی نمود. باید قبول شما ما با تلفنی هم با شما یا بار گپ زدیم متاسفانه خیلی قبول هم دیگر مسائل ابجکتیو و سوبجکتیو بودن سفرهای بسیار بودن و من فکر میکنم که ما البته وقت پیدا کرده با شما گفتگو میکنیم.
нигаронӣ аз дастрасии вакилон ба мансабдорон дар ҳоле аст ки чунин мушкил борҳо аз забони сокинони оддӣ ва журналистон садо додааст. طبق قانونگذاری کشور منصبداران به مراجعت‌های ساکنان عادی تا 1 ماه و به خبرنگاران از 3 تا 15 روز باید پاسخ دهند. معیاری که نه همیشه در تاجیکستان رعایت می‌شود. برنامه را ادامه می‌دیم. در افغانستان پس از رسیدن طالبان به قدرت برنامه‌های نقد و طنز در تلویزیون‌ها یکباره کاهش یافت و دیگر خبرنگاران با ترس درباره آزادی بیان صحبت می‌کنند و انتقاد از عملکردهای این گروه خطرناک شده است. در خارج از کشور حفیظ افضلی یک دانشجوی افغان به گفته خودش با تنقید و طنز طالبان در فیلم‌های تصویری این نارسایی را پر می‌کند. طاهر سفر با حفیظ افضلی صحبت کرد و گزارش او را همراه می‌بینیم. دوز آمده خانم، دوز آمده، کمک دوز آمده، کمک. خب چرا غلمغل میکنی دیگه؟ خب دوز آمده دیگه، خب قیامت که نشده، خب بیزن بکشش دیگه. حفیظ افضلی دانشجوی افغان همین گونه شیوه مدیریت و حکمرانی طالبان در افغانستان را به طنز میکشد. در اتاق خوردش در شهر هلسینکی فنلندیا صدها ویدیو آفریده است که در آن حکومتداران پیشین و طالبان سخت تنقید می شوند. یوتیوب را محل نمایش ویدیوهایش انتخاب کرده است. تقریبا چندین سال میشه که کار میکردم ولی نه به طور جدی. بعد از فراگیری کرونا بعد ما به خاطر که در خانه بودیم کار و مدرسه تعطیل بود ما شروع کردم به آپلود کردن بیشتر ویدیوها در یوتیوب. Stop. چی میگی تو؟ نه. حفیظ افضلی سال 2000 از دست طالبان گریخته و بعد از سرگردانی‌های زیاد در فنلندیا مقیم شده است. هدفش از طنز و ویدیوهای انتقادی رسانیدن پیام بر رهبران طالبان است که حقوق زیادی مردم را از آنها گرفتند. باید به مردمانی که داخل افغانستان است و همچنان پیام بفرستیم بر رهبرها و پیروان طالبان که مردم افغانستان دیگه مردمی 20 سال پیش نیست. مردم چندین سال آزادی بیان را تجربه کردن و دموکراسی نیمه بندی ما داشتیم. دیگه ما دوباره بر نمیگردیم به عقب. اگر طالبان خود را با ما میسازه اگر نمیسازه ما دیگه برگردنی به عقب نیستیم. طنز و ویدیوهای او را در یوتیوب صدها هزار مرتبه تماشا کردند و خودش میگوید کاربران آنها را خوش دارند و بیشتر میخواهند. ما کامنت ها را میخوانم. تقریبا 90% کامنت ها مثبت هستند و اونا ما را تشویق میکنن که باید ما این کار را ادامه بدیم و باید کار کنیم که این کار به اصطلاح نرمال شود و ما بتونیم نقد و طنز بسازیم. در تهیه ویدیوها به حفیظ افضلی گروهی از دوستانش کمک میکنند. یوتیوب را منبع درآمد نمیشمارد و به غیر از این کار روزهای استراحت تاکسی میراند. با باور حفیظ افضلی حجب و طنز راهی خوب اصلاح جامعه است و با طنز و تنقید میتوان کارهای بزرگ انجام داد. قدرت طنز و هنر را در کل نباید نادیده گرفت. همانطوری که یک اثر هنری در یک فرد میتواند انقلاب فکری ایجاد کنه، در یک جامعه هم میتواند مؤثر باشد و میتواند تاثیر خود داشته باشد. شما برای بیننده ما آخرین غزل خداحافظی تان را بخوانید که دیگه ما و شما خداحافظی کنیم. کدام بخوانیم؟ همون بخوانیم خداحافظی را. آره همون خوب شیامون بخوانیم. و مادر جنیدالله خدایار فعال شبکه‌های اجتماعی را در نویه رشت به افبوشی متهم کردند. مقامات گفتند مفجیگل غریب وی 65 ساله به زخمی کردن یک ساکن دهه هشتم گمان بر است. خود او اتهامات را بی‌اساس و تهمت بیرون از دایره تصور نامید. مفجیگل غریب و بیگو مگو در نزد مجید دهه را تصدیق کرد ولی گفت آن روز او شطر نخورده است. و علیشیر نصرالدینов هم 15 دقیقه که در اختیار داشتین به پایان میرسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. فراموش نکنید که فردا در برنامه سرخط رویدادها همه شما از اون را منتظر هستم. خود را احتیاط کنید و تا برنامه های دیگر خدا نگهدارتان.